کبد سالم در مبارزه با عفونت‌ها به بدن کمک میکنه. این عضو بدن حتی میتونه خودشو ترمیم کنه. اگه کبد کار خودشو به خوبی انجام نده، زندگی آدم به خطر میفته. اگه کم اشتها یا بی اشتها شدید، الگوی خوابتون تغییر کرده، احساس نفخ میکنید یا دچار خارش پوستی شدید، بدونید کبدتون در خطره. همچنین اگه همیشه خسته اید، کف دستتون قرمز شده، مرتباً لرز میکنید، چشم یا زبونتون خشکه، بدنتون به راحتی کبود میشه، دچار تورم در پاها و مچ پا شدید، ادرارتون نسبت به همیشه تیره تر شده، مردی هستید که سینه هاتون رشد کرده، تغییراتی در شخصیتتون رخ داده، چشم یا پوستتون زرد شده، دچار افزایش یا کاهش ناگهانی وزن شدید، حافظتون در هوشیارترین حالت خودش نیست و بیش از حد معمول دچار درد میشید، بدونید که احتمالاً کبدتون در خطره. که اگه این موارد رو بدون دلیل دیگه‌ای در خودتون مشاهده کردید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید تا در صورت لزوم آزمایشات کبدی انجام بدید.